اولا خذ العفو یعنی از گناه دیگران ببخش. عزیزان، آنهایی که با یعنی بعضی انسان های هستند که اصلا ارزش بخشیده شدن ندارند، اما انسان های زیادی هم هستند که آنها گناه کردند و اعتراف میکنند، یا که ما خودمون شاهد هستیم که گناهی که آنها کردند برقصدانه نبود. یکون از نزدیکان ما هستند، از خیش و تبار ما هستند، و وقتی ما مدام درباره گناه کرده آنها یا خطای کرده آنها فکر میکنیم و یک احساس قصاص گرفتن در ما هست، خود ما آرام نمیگیریم. یعنی حرص قصاص گرفتن خود ما رو میسوزاند. برای همین بخشیدن دیگرها یک آرامش میدهد که اصلا آن را در قصاص گرفتن انسان حس کرده نمیتواند، علل خصوص در مناسبت های خیش و تباری، زن و شوهری، پدری و فرزندی، مادری و فرزندی، خواهر با خواهر، برادر با برادر، عموما با خیش و تبار. یعنی وقتی از خیش و تبار ما یک دیگر کار دخش که سختتر انسان را مجروح می سازد، یک مشکلی، مصیبت یا ببخشید یک زهر زبان یا خطاگی می بینیم، وقتهای دراز آن رو فراموش هم کرده نمی توانیم و زیاد انتقام هم می خواهیم، یعنی انتقام جویی می کنیم. اما یقین بدانید وقتی گفتیم به خاطر الله من این خیشم را یا همین دوستم را یا همین هر کی هم باشد بخشیدم، من به همین آیت عمل میکنم، من از او درگذشتم، آرامش می آید که دیگر در آن حرص قصاصگیری اصلا در شما نیست. دویمش امر کردن به نیکی، یعنی به هر کی نشستیم به جای اینکه به بعضی از جنگ و جنجال ها علا پاشیم یا گفتیم بعضی جنگ و جنجال ها یا به بعضی نفران در ظلمشان قوت دهیم، برعکس وقتی به یک نفر نصیحت خوب میکنید یا برای صبر کردن یا برای بخشیدن یا برای چیزی دیگر، میبینید که با هر کسی که به نیکی کسی را امر میکند، دیگر در او هم حسیات پیدا می شود که این انسان چه انسانی اصلاح خواه است، یعنی بین مردم فسادگر نیست و اصلاح کننده هست، که این خودش یک پیشروی است و انسان از خود هم فخر میکند. به جای اینکه یک دو نفر رو با هم جنگ کنی، اگر دو نفر رو با هم آشتی کردی، الک خود از خود خواهی نخواهی فخر میکنی، چون طبیعت انسان های پاک یا طبیعت انسان های مؤمن این گونه هست که به هر کار خیر قلب های آنها گشاده می شود.